درود بر شما دوستان عزیز. گفتم یه نکته خیلی مهمی بگم خدمتتون تا یادم نرفته. دوست من، اگر با آدم‌های لول بالایی، با آدم‌های بزرگی بگردی، بدترین حالتش اینه که در جا خواهی زد و بهترین حالتش اینه که میکشدت بالا، میری بالاتر. ولی اگر از آدم‌های لول پایینی با آدم‌های لول پایینی بگردی، بهترین شرایطش اینه که در جا میزنی، بدترین حالتش اینه که میکشدت پایین و از خیلی جنبه ها. نمیخوام حالا وارد جزئیاتش بشم. بنابراین دوست من، این مطلب رو یه جا خوندم، نمیدونم نویسندش کیه، ولی جمله بسیار خوبیه، شاید هم شنیدم. میگه اگر میخواهی با عقاب ها پرواز کنی، دست از گلبازی با اردک ها بردار. با اون اردک های زندگیتون، دور و بریاتون، دست از سرشون وردار. اونا تو بهترین حالت در جا خواهی زد و با بدترین حالت پایین خواهی کشیده خواهی شد. و این نکته خیلی مهمه، حتما یادت باشه. ارادتمند، روز عالی بخیر.